السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. لوط علیه السلام. لوط پسری هاران، پسری تاریخ است. این پیغمبر را الله متعال در قرآن 27 مراتب ذکر کرده در 14 سوره. پدر لوط علیه السلام وفات کرده بود وقتی او خرد بود. لوط علیه السلام از کودکیش در خانه تاریخ بزرگ شد. ابراهیم علیه السلام عمکش می شود و با ابراهیم علیه السلام در یک خانه بزرگ شدند. ابراهیم علیه السلام او را بسیار دوست می داشت. وقتی ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند و از آتش سالم برآمد، هیچ کسی بجز لوط به او ایمان نیاورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فآمن له لوط. بعد از این معجزه بزرگ ابراهیم علیه السلام دید که هیچ کسی بجز لوط به او ایمان نیاورد، به فلسطین هجرت کرد. بعد از چند زمان لوط علیه السلام هم به فلسطین هجرت کرد. ابراهیم علیه السلام او را امر کرد، یعنی لوط را امر کرد که به شهر سدوم یا اینکه مؤتفکه سفر کند و قوم آنجا را به یکتاپرستی دعوت کند. منطقه سدوم در نزد بحر مرده واقع است. منطقه سدوم جای تجارت بود و از آنجا مردم به هر طرف دنیا با کشتی ها سفر می کردند. اهل سدوم بسیار بی ایمان و بد اخلاق بودند. هیچ کسی مثل آنها بد اخلاقی نمی کرد. در بینشان ایماندار نبود. لوط علیه السلام آنها را دعوت می کرد و لوط به قوم خود گفت: آیا کار روی بسیار زشتی را انجام می دهید که پیش از شما هیچ یکی از جهانیان انجام نداده است؟ یعنی گناهشان چی بود؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. همانا شما به جای زنان با مردان شهوت میرانید. راستی که شما قوم تجاوزکار هستید. رسیدن مرد با مرد از قوم لوط شروع شد. برای همین میگویند کاری لواط نکن، یعنی همین را از قوم لوط گرفتند. یعنی ازدواج نمی کردند و به مردها می رسیدند. این کار را هم در روز روشن می کردند و یکی از صفات بدی آنها این بود که باد می برآوردند در نزد همه و می خندیدند. لوط علیه السلام آنها را دعوت میکرد. به هر طریقی که میتوانست آنها را دعوت میکرد. وقتی لوط علیه السلام آنها را دعوت میکرد، آنها میگفتند: اینقدر خدا میگویی از خدایت بر ما عذاب بیاور اگر تو راستگو هستی. یعنی مثل قومهای پیشتر. لوط علیه السلام میگفت: الله متعال پیش از شما قومهای زیادی را هلاک کرده است، با عذاب الله مسخره نکنید. قوم گناهگار جمع شدند و گفتند: لوط و کسانی از او پیروی میکنند از این شهر بیرون کرده میشوند. آنها خود را پاک نگاه میدارند، یعنی با ما در این گناه نیستند. در این شهر باید همه این کار بد اخلاقانه را کنند. به لوط علیه السلام فقط 2 دخترش ایمان داشت. همسر لوط بی ایمان بود. قومش گفتند: ای لوط، اگر از دعوت دست نکشی از این شهر بیرون کرده می شوی. وقتی لوط علیه السلام دید که دیگر دعوتش را هیچ کسی گوش نمی کند و حتی که او را از خانهش بیرون می کنند و تهدیدهای زیادی کردند، دعا کرد: رب نجنی و اهلی مما یعملون. پروردگارا، من و خانواده ام را از آنچه اینها انجام می دهند نجات بده. الله متعال به لوط علیه السلام 3 ملائکه را روان کرد: جبرائیل، میکائیل و ملک الموت. 3 ملائکه
اول از نزد ابراهیم علیه السلام گذشتند، بعد به نزد لوط علیه السلام آمدند. ابراهیم علیه السلام به ملائکه گفت قال فما خطبكم ایها المرسلون، پس ای فرشتگان خدا کار و مأموریت شما چیست؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، فرشتگان گفتند بیگمان ما به سوی قوم مجرم و گناهگار فرستاده شده ایم. لنرسل علیهم حجارة من طین، تا سنگهای گلی بر آنها بباریم. مسومة عند ربک للمسرفین، سنگهایی که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاری شده است. یعنی هر یک سنگ برای هر یک شخص تیار کرده شده است. حتی اینکه در هر یک سنگ نام هر یک گناهگار نوشته شده است. ابراهیم علیه السلام گفت آیا شهر سدوم را ویران میکنید و لوط در آنجا است؟ اگر در آن شهر 300 مؤمن باشد ویران میکنید؟ ملائکه گفتند نه. ابراهیم گفت اگر 200 مؤمن باشد چی؟ ملائکه گفتند نه، ویران نمیکنیم. ابراهیم علیه السلام گفت اگر 40 مؤمن باشد چی؟ ملائکه گفتند نه، ویران نمیکنیم. ابراهیم علیه السلام گفت اگر 14 مؤمن باشد؟ ملائکه گفتند ویران نمیکنیم. ابراهیم علیه السلام گفت اگر 1 مؤمن باشد؟ ملائکه گفتند اگر 1 مؤمن باشد ویران نمیکنیم. ملائکه گفتند اما همان 1 مؤمن هم نیست مگر اهلش، که از اهلش همسرش به ایمان است. و ملائکه گفتند ما او را با اهلش نجات میدهیم مگر همسرش را نجات نمیدهیم. پس از الله وحی آمد به ابراهیم ای ابراهیم قوم لوط را بگذار به حالشان، آنها گناهگارند و امر الله به آنها جاری شد، تمام عذاب بر سرشان می آید. و ملائکه به سوی شهر سدوم رفتند. ملائکه ها به شکل 3 جوان زیبا بودند. میخواستند اهل منطقه را امتحان بگیرند. وقتی این 3 ملائکه را یکی از دختران لوط علیه السلام دید، به نزدشان آمد و با آنها گفت در اینجا بمانید شما. و به طرف خانه اشان رفت و با پدرش خبر داد، یعنی به لوط علیه السلام خبر داد 3 جوان آمده است. لوط علیه السلام به نزد آنها رفت و به آنها گفت کی هستید؟ از کجا هستید؟ ملائکه ها گفتند ما مهمانی آمده ایم. لوط علیه السلام میخواست آنها را برگرداند، اما وقتی آنها گفتند مهمانی آمده ایم شرم داشت آنها را برگرداند. آنها را با خود آورد. در راه به آنها گفت ای جوانان، یعنی ملائکه ها به صورت جوان بودند، ای جوانان من از قوم اینجا بدترین را ندیده بودم. ملائکه ها هیچ جواب ندادند، میخواست آنها را برگرداند. باری دیگر گفت از این قوم بدترین را ندیده بودم. جواب ندادند. 3 مرتبه همین سخن را تکرار کرد. شاید یعنی این 3 جوان بر میگردند میروند، ولی آنها نرفتند. یعنی ملائکه میخواستند که خود لوط علیه السلام شاهدی بدی به قومش باشد و شاهدی بدهد تا که آنها را نابود کنند، یعنی ملائکه ها نابود کنند. وقتی ملائکه ها به خانه لوط علیه السلام رسیدند، همسر لوط به ایمان بود. این 3 جوان را دید، یعنی 3 ملائکه در صورت 3 جوان زیبا. 3 جوان را دید و به نزد قوم رفت. زن لوط علیه السلام به نزد قوم رفت و آنها را خبر داد که در خانه لوط 3 جوان زیبا آمده است. و قوم لوط به نزد خانه لوط علیه السلام آمدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء
بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید. قوم لوط دویده به نزد خانه لوط علیه السلام آمدند که پیش از این هم بد اخلاقی میکردند. لوط از خانه اش برآمد و گفت ای قوم، این زنها که در این شهر هستند برای شما ارزنده‌اند، با آنها ازدواج کنید. از الله بترسید، من را در نزد مهمانان رسوا نکنید. در میان شما مرد عاقلی وجود ندارد؟ قوم گفتند تو میدانی ما با زنها هیچ کاری نداریم، به ما جوانان لازم هستند. لوط گفت من هیچ کسی را ندارم در اینجا، یعنی در خانم هیچ کسی را ندارم و من قوتی ندارم تا اینکه با شما قوت ورزی کنم. قومش گفتند ما تو را نگفتیم که کسی را به اینجا نیار؟ یعنی تا درجه در شهوت غرق شدند که دیگر هیچ حقیقتی را نمیدیدند. قوم با قوت و زوری دروازه لوط را باز کردند. لوط علیه السلام گفت صبر کنید، من یک خانه درآیم و به خانه خود درآمد. دید که این سه جوان، یعنی این سه ملائکه بسیار آرام نشستند. لوط علیه السلام در تعجب ماند، چرا نمی ترسند؟ مسئله آنهاست. لوط علیه السلام گفت شما را من نفهمیدم. فرشتگان گفتند بلکه ما چیزی را آورده ایم که آنها در آن تردید داشتند، یعنی عذاب را آورده ایم که آنها تردید داشتند که عذاب می آید و ما حق را برایت آورده ایم. پس نیمه شب گذشت خانواده خود را بردار و از اینجا برو و کسی از شما به پشت نگاه نکند. ملائکه ها گفتند ای لوط نترس، به ما هیچ آسیبی نمی رساند. در این وقت بود که یک جماعتی از قوم لوط در را گشودند در آمدند. جبرائیل علیه السلام آنها را به پر خود زد، همشان را کور کرد. فطمسنا اعینهم. وقتی این چند نفر کور شدند و در درون خانه هیچ چیز را نمی دیدند، به لوط علیه السلام گفتند تو ما را سحر کرده ای، جادو کرده ای، ما پگاه تو را زنده نمیمانیم. و تهدید کردند و رفتند. پشیمان نشدند، توبه نکردند. وقتی آنها از خانه برآمدند، ملائکه ها به لوط گفتند این موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. بیگمان وقتی وعده عذاب آنها سحر است، آیا سحر نزدیک نیست؟ یعنی این واقعه در شب شد، یعنی وقت کم مانده است، بروید از این شهر. لوط علیه السلام دخترهایش را نیمی شب با خود گرفت و پیش از سحر برآمد. همسر بی ایمانش در خانه ماند. وقتی سحر شد جبرائیل علیه السلام در هیئت خودش، یعنی شکل و صورتی که دارد در همان شکل آمد و آن شهر را با پرش برداشت. همون شهر را با پرش به بالا برداشت. در روایتی میگویند که تا درجه به بالا برداشت که صدای فریادی مردمان را ملائک در آسمان ها شنیدند و مردم هم ذکر ملائک را شنیدند. جبرائیل علیه السلام در آن بلندی آوازی با وحشتی بر آنها برآورد. همشان کر شدند و شهر را با روی دیگرش به سوی زمین انداخت که بر هر کس سنگ نامش نوشته شده بود آمد و هلاکش کرد. همه شهر تگی زمین رفتند. فلما جاء أمرنا جعلنا
عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. همین طور قوم گناهگار نابود شدند. لوط علیه السلام باشد به سوی منطقه سوعر رفت و در آنجا زندگی میکرد، مردم را دعوت میکرد و در عمر 175 سالگی لوط علیه السلام وفات کرد. انشاءالله تعالی پیغمبری بعدی یعقوب علیه السلام است در نوار بعدی یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.